هذا النور شفاء صدور. به نام خداوند بخشاینده مهربان نهایت با رحم. ما بعد، جایز بودن عزل. عزل یعنی چی؟ عزل یعنی برآوردن مرد فرج خود را از شرمگاه زن پیش از لحظه خارج شوی آب منیش. اگر شوهر آب منیش را از زن عزل کند، یعنی برآوردن مرد فرج خود از شرمگاه زن پیش از لحظه اخراج شوی آب منی، این کار جایز است؟ در این مورد یک چند احادیث ها وارد شده است. اول از جابر رضی الله عنه روایت است که گفت ما عزل میکردیم و قرآن نازل میشد. و در روایت دیگر گفت ما در زمان رسول خدا صلی الله علیه و سلم عزل میکردیم. عزل یعنی برآوردن مرد فرج خود از شرمگاه زن پیش از لحظه اخراج شوی آب منیش. و خبر این به پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میرسید و ما را نهی نمیکرد، یعنی منع نمیکرد. روایت بخاری و مسلم. دوم از ابو سعید خدری رضی الله عنه که گفت مرد به نزد رسول خدا صلی الله علیه و سلم آمده گفت هر آینه من کنیزی دارم و من هنگام همخوابگی با وی از او عزل میکنم و من میخواهم و آنچه مرد میخواهد. یهودی ها باشند دعوا میکردند که عزل صغرای زندگانی فرزند میباشد. سپس رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفتند دروغ گفتند یهودی ها، دروغ گفتند یهودی ها. اگر الله بخواهد که او را بیافرد تو این را گردانیده نمیتوانی. روایت نسائی، ابو داود و طحاوی در المشکل و ترمذی و احمد با اسناد صحیح از برای این حدیث شاهدی است از حدیث ابو هریره خارج نموده است و او را ابو یعلا و بیهقی با سند حسن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.